بچه ها سلام. باز بیامدیم به یک ویدیوی جدیدی خوبه اساس. این ویدیو مخصوص برای کسایی که دوست دارن شال عربا رو چی رقم مسته کنن. خطی پتی شد ولی خب یاد بگیرید. در قدم اول شال این رقم میگذاریم، اندازه 10 سانت باید بیای پایین. بعد سمت راست میبریم عقب، اینقدر پایین میاریم از اینجا. یک دور که دادیم تمام شد. الان این طرف دومی میاریم تا به اینجا. خلاص این که تمام شد.